اینجا هم ببینید چقدر زیبا بلورهای یخ در لبه های برگ ها شکل گرفته. جالب اینه که بسته به جهت باد این بلورها در یک سوی شاخه ها و یا برگ ها تشکیل میشن. نیهای کنار رودخونه هم همینطور پر از بلورهای یخ هستند. درختها هم انگار لباس عروس پوشیدند ولی در خواب هستند. از زیبایی های آبشار آب گرم، تنوع در مناظر مسیر اونه، از درختان برگ پهن گسترده تا نیزارها، بوته‌زارها، چمن و اولنگی که در جاهایی که آبهای زیر سطحی به سطح زمین میرسن تشکیل شده. میشه این تنوع مناظر رو دید و ازش لذت برد. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پارادین نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. نوک انگشتام یخ کرده. سرده نفس که از جلگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیواری ایستد در پیش چشمانت. نفس کیند پس دیگر چه داری کرد ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من ترسای پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. آی دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی. در بگشای من میهمان هر شبت، لولیوش مغموم. توصیه دیگه ای که باید بهتون بکنم اینه که در زمستان در رانندگی توی جاده بسیار باید احتیاط بکنید. جدا از تجهیزاتی مثل زنجیرچرخ و طناب و اینها که باید به همراه داشته باشید،
از سالم بودن زاپاس هم باید مطمئن بشید. سطوح مایعات ماشین رو باید کنترل بکنید و از اینا مهمتر اینه که بسیار با حوصله باید رانندگی بکنید، به خصوص در جاده های کوهستانی پر پیچ و خم مثل جاده کلات. معلوم نیست که پشت هر پیچی چه چیزی در انتظار شما باشه، از خودرویی که ممکنه خراب شده باشه، کوهی که ممکنه ریزش کرده باشه، یا آبی که روی جاده در سایه کوه یخ زده باشه و شما رو غافلگیر بکنه. بنابراین بسیار با حوصله باید رانندگی بکنید و در سراسر مسیر از رانندگیتون و از مناظر حاشیه جاده لذت ببرید و ابداً برای برگشتن به خصوص به منزل عجله نکنید، حتی اگر از برنامه عقب افتاده باشید. به خصوص دوستانی که زیاد به طبیعت گردی تشریف میبرند، تکرار این سفرها احتمال آسیب و خطر رو هم بیشتر میکنه. بنابراین احتیاط و دقت شرط لازم طبیعتگردیه، به خصوص در زمستان. سلامت باشید، دلخوش و طبیعتگرد و اگر مایل بودید از بقیه مناظر استفاده ببرید.